بسم الله الرحمن الرحیم. محمد اکرم نعمتی هستم، متخصص جراحی مغز و ستون فقرات. امروز میخوایم راجع به استخوان‌شناسی اطراف علوی یا آپر اکسترمیتی صحبت کنیم. قبلا هم در جلسات گذشتم یادآور شدیم در مورد تعریف آناتومی. گفتیم آناتومی عبارت از علم هستند که study of body structure، یعنی ساختمان های بدن را مطالعه میکرد. ساختمان های بدن هم به دو شکل مطالعه میکرد، یک به شکل ماکروسکوپیک و یک به شکل مایکروسکوپیک. ماکروسکوپیک مطالعه تمام ساختمان های بدن که قابل رؤیت داشته باشد، یعنی ما میتونیم به چشم ببینیم. ولی مطالعه ساختمان های به شکل میکروسکوپیک ساختمان ها هستند که اونا قابلیت رؤیت به چشم ندارد، یعنی ما نیاز به میکروسکوپ داریم که مطالعه چه است؟ انساج و سلول ها است. ما آناتومی را آمدیم با 5 شاخه مهم تقسیم کردیم. گراس آناتومی داشتیم. در گراس آناتومی ما لارج استراکچر، یعنی ساختمان های بزرگی بدن را مطالعه میکردیم. سورفیس آناتومی داشتیم. در سورفیس آناتومی ما سطح آناتومی که یک ارگان یا اعضا را مطالعه میکردیم که بالای از او همان لندمارک ها یا نشانه هایی که وجود دارد مطالعه میکردیم. هیستالوژی بوده که سلول ها و انساج را مطالعه میکردیم. دیولپمنتال آناتومی هستند که در آن تمام ساختارهای بدن که در طول حیات در حالت رشد است که مطالعه میکنیم. و امبریولوژی تمام ساختارهای بدن قبل از تولد، یعنی در زمان جنینی تمام ساختمانهای بدن را که مطالعه میکنیم به نام امبریولوژی یاد میشد که شاخه از آناتومی است. بعدشان آمدیم اسکلت خواندیم. در مورد اسکلت هم گفتیم اسکلت اکزل داریم و اسکلت اپندیکولار. اساس یا پایه با اسکلت بدن ما اسکلت اکزل یا محوری است که از 5 استخوان اسکال و کرانیوم ساخته شده. اسکال از گردن به بالا کامل می شود اسکال، ولی کرانیوم استخوان هایی که فقط میاد کرانیال کاویتی یا همان جاف کرانیوم را می سازد شامل می شود. سومین استخوان هم ورتبرال کالم است، ریب ها یا دنده ها است و استرنوم است. یعنی این استخوان ها در تشکیل اسکلت اکزل نقش داشتند. اسکلت اپندیکولار اسکلتی است که آمده به اکزل ضمیمه شده، شامل آپر لیم یعنی اطراف علوی که شامل 2 تا دستان می شود و لاور لیم که شامل اطراف سفلی می شود، یعنی 2 تا پاها. بعد هم میریم هیستولوژی آپر اکسترمیتی را میخوانیم یا استخوان‌شناسی اطراف علوی. اطراف علوی را در مجموع به 4 بخش تقسیم میکنیم. اول شولدر داریم، آرم داریم، فور آرم داریم و هند داریم که هر کدام از این بخش‌ها از استخوان‌ها و بنبست استخوانی جداگانه ساخته شده و هر کدام را به صورت جداگانه مطالعه میکنیم. اول ما میایم شولدر را مطالعه میکنیم. شولدر از به هم پیوستن 3 استخوان کلاویکال، اسکاپولا و بخش پروگزیمال استخوان هیمورس یا همان استخوان بازو تشکیل شده است. وقتی این 3 استخوان با هم یکجا می شود کمربند شانه را می سازد که به نام شولدر گرد یاد می شود. استخوان کلاویکال، استخوان اسکاپولا و بخش پروگزیمال استخوان هیمورس میاد با هم یکجا می شود شولدر یا شانه را می سازد. اگر ما به این تصویر نگاه کنیم، اینجا ما استخوان اسکاپولا را می بینیم، استخوان کلاویکال را از خلف می بینیم، اینجا استخوان کلاویکال از خدا می بینیم و یا هم گلانوید کاویتی هستند که استخوان هیمورس میاد اینجا جابجا می شود و کمربند شانه یا همان شولدر را می سازد. اولین استخوانی که در تشکیل شانه نقش داشته که استخوان کلاویکال بوده. استخوان کلاویکال خصوصیات مهمش این است که یک استخوان شبیه اسم مانند انگلیسی است. این استخوان کلاویکال باعث می شود که اطراف علوی را به تنه وصل کند. شامل 2 تا سطح است، یک سطح سوپریور دارد و یک هم سطح انفریور دارد. شامل 2 کناره یا باردر است، یک باردر انتریور دارد و یک باردر هم پوستریور یا خلف دارد. شامل 2 تا انتها است، یک هم انتهای اینترنال است و یک هم انتهای اکسترنال است. انتهای اکسترنال دارد و انتهای اینترنال دارد. حالا خصوصیات مهم استخوان کلاویکال سطوحشان است که بخش سوپریور سرفیس درشت یا زبر است، به خاطر که بیشترین عضلات گردن از بخش فوقانی یا سوپریور استخوان کلاویکال منشأ میگیرد. ولی در بخش انفریور یا سطح تحتانی استخوان کلاویکال 2 نشانی مهم داریم. یکی هم کونوید توبرکل داریم و یکی هم تراپیزوید لاین داریم. باردارای کلاویکال ما کدام خصوصیات خاصی ندارد، هم باردر انتریور و هم باردر پوستریور صاف است. انتهای خارجی داشتیم یا اکسترنال اند و انتهای داخلی داشتیم یا اینترنال اند. انتهای داخلی می آمد با استخوان استرنوم به قسمت مونوبریوم وصل می شده که مفصل به نام استرنو کلاویکولار جوینت می سازد، ولی انتهای خارجی می آمد به استخوان
اکرومیون وصل می شدک، مفصل به نام اکرومیو کلاویکل می ساخت. پس انتهای داخلی می آمد به استرنوم، استرنو کلاویکولار جوینت می سازد و انتهای خارجی میاد به استخوان اکرومیون که ادامه سپاین آف اسکاپولاست وصل می شود به مفصل به نام اکرومیو کلاویکولار جوینت می سازد. در اینجا ما استخوان کلاویکل می بینیم، ما می بینیم سطحش که با استرنوم مفصل می شود، استرنو کلاویکولار جوینت می ساختک. اینجا هم سطحشان که به اکرومین وصل می شود، اکرومیو کلاویکولار جوینت می بینیم. دومین استخوانی که در تشکیل کمربند شانه نقش داشته استخوان اسکاپولا بودک. استخوان اسکاپولا یک استخوان مثلثی شکل است که شامل 3 خصوصیات عمده است، یعنی شامل 3 انگل یعنی 3 زاویه است، شامل 3 باردر یعنی 3 باردر یا کناره دارد و شامل 2 سرفیس یا شامل 2 سطح است. اول ما میایم زاویه اسکاپولا را میخوانیم. یک سوپریور انگل داریم، 2 انفریور انگل داریم، 3 لترال انگل داریم. دومین خصوصیت اسکاپولای ما ای بود که شامل 3 باردر بودک. یک باردر سوپریور یا فوقانی داریم، باردر میدیال یا متوسط داریم و باردر لترال یا جنبی داریم. سومین خصوصیت استخوان اسکاپولای بود که شامل 2 تا سطح است. یک سطح کاستل سرفیس یا سطح داخلی که در تماس با دنده ها است و یک هم سطح خلفی یا پوستریور سرفیس است. در باردر فوقانی اسکاپولا ما 2 خصوصیت عمده و مهم داریم. یک برآمدگی استخوانی است به نام کوراکوید پروسس و همچنین یک فرو رفتگی است به نام سوپرا اسکاپولاریز ناچ. خصوصیات مهم دیگری که در باردرها یا زاویه اسکاپولا دیده می شود زاویه لترال یا همان باردر لترال است. در باردر لترال ما یک حفره داریم به نام گلانوید کویتی. گلانوید کویتی جای است که هید آف هیموراس یا همان سر استخوان بازو میاد با گلانوید کویتی شولدر جوینت را می سازد یا همان مفصل شانه را می سازد. ولی یک توبرکل در قسمت بالایی گلانوید کویتی داریم که به نام سوپرا گلانوید توبرکل یاد می شود و یک توبرکل هم در قسمت تحتانی گلانوید کویتی داریم که به نام انفرا گلانوید توبرکل یاد می شود. در قسمت جنبی یا لترال ویو اگر ما نگاه کنیم 2 استخوان بارز دیگه هم دیده می شود. یک استخوان ما به نام اکرومین است و یک استخوان دیگه شبیه انگشت قاتمانند به نام کوراکوید پروسس است. ساختمان دیگه که در اسکاپولا داشتیم سطوح اسکاپولا بودک. ما یک سطح داخلی داشتیم که به نام کاستل سرفیس یاد می شود یا سطح داخلی، چون در تماس با دنده ها است ما میتونیم بگیم کاستل سرفیس یا سطح دنده ای. یک سطح صاف و حفره مانند است، ولی سطح خلفی اسکاپولا توسط یک استخوانی که به نام خار اسکاپولا یا اسپاین اف اسکاپولا به 2 بخش تقسیم شده. قسمتی که بالاتر از خار اسکاپولا وجود دارد به نام سوپرا اسپاینوس فوسا و قسمتی که پایینتر از اسپاین اف اسکاپولا وجود دارد به نام انفرا اسپاینوس فوسا که ادامه اسپاین اف اسکاپولا بعداً پهن‌تر و برجسته‌تر می شود که به نام اکرومین یاد می شود و خود اکرومین هم وصل می شود با استخوان کلاویکل و انتهای خارجی کلاویکل مفصل به نام استه اکرومیو کلاویکولار جوینت می ساخت. در این تصویر ما سطح خارجی کلاویکل اسکاپولا را می بینیم. ما استخوان کوراکوید پروسس را می بینیم، استخوان اکرومیون را می بینیم، گلانوید کویتی را می بینیم، سوپرا گلانوید توبرکل را می بینیم و انفرا گلانوید توبرکل را می بینیم. اینجا ما استخوان اسکاپولا را از دمای خلفی نگاه می کنیم، سپاین آف اسکاپولا را می بینیم، سوپرا اسپاینوس فوسا را می بینیم، انفرا اسپاینوس فوسا را می بینیم، مارجن لترال اسکاپولا را می بینیم. ادامه اسپاین اف اسکاپولا گفتیم پهن‌تر می شود، اکرومین را می سازد و همچنان استخوان کوراکوید پروسس را در قسمت لترال اسکاپولا می بینیم. اینجا ما اسکاپولا را از لترال ویو یا همان نمای جنبی می بینیم که بازم ما گلانوید کویتی را می بینیم، جایی که سر استخوان بازو مفصل می شود، مفصل به نام شولدر جوینت را می ساخت یا گلینو هیمورال جوینت می سازد. اینجا باز سوپرا گلانوید توبرکل می بینیم، انفرا گلانوید توبرکل می بینیم، کوراکوید پروسس می بینیم و استخوان اکرومین می بینیم. در این تصویر ما یک اکسره ناحیه شولدر را می بینیم که خود استخوان اسکاپولا را می بینیم، بخش پروگزیمال استخوان هیموراس را می بینیم و خود گلانوید کویتی را می بینیم که سر استخوان آمده با گلانوید کویتی یکجا شده و مفصل به نام شولدر جوینت می سازد. در این تصویر ما استخوان اسکاپولا از نمای پوستریور یا خلفی می بینیم که همان باردر میدیال اسکاپولا را می بینیم، باردر لترال اسکاپولا را می بینیم و باردر سوپریور اسکاپولا را می بینیم. اینجا ما گلانوید کویتی را می بینیم
که بازم سر استخوان هیمورس با ای وصل شده مفصلی به نام گلینو هیمورال جاینت یا شولدر جاینت ساختن. سومین استخوانی که در تشکیل کمربند شانه نقش داشته بخش پروگزیمال استخوان هیمورس است. ما استخوان بازو یا هیمورس به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخشی که نزدیکتر به مفصل شولدر است بخش پروگزیمال و قسمتی که دورتر از بخش مفصل شولدر است به نام دیستال یاد می شود. بخش پروگزیمال استخوان هیمورس شامل خصوصیات مهمی است که شامل یک هید یا سر است. هید استخوان هیمورس گرد یا راوند است که در همان گلانوید کاویتی جابجا می شود و مفصل به نام گلینو هیمورال جاینت یا همان شولدر جاینت می سازد. بعد از هید ما یک فضای دیگه داریم به نام نیک یا گردن هیمورس داریم. بعد از گردن هم دو تا برآمدگی، یک در قسمت خارجی و یکم در قسمت داخلی داریم. برآمدگی خارجی بزرگتر است به نام گریتر توبرکل، ولی برآمدگی داخلی که است کوچکتر است به نام لیزر توبرکل. اگر نگاه کنیم وسط گریتر توبرکل و لیزر توبرکل یک شیار وجود دارد یا یک گروه وجود دارد که به نام انترا توبرکولار گروه یاد می شود یا انترا توبرکولار سالکاس یاد می شود. پایینتر از انترا توبرکولار گروه یک گردن دیگه داریم که به نام سرجیکال نیک. بیشترین شکستگی‌هایی که در استخوان هیمورس ایجاد می شود همین سرجیکال نیک است. پایینتر از سرجیکال نیک ما یک ساختمان وی مانند انگلیسی داریم که به نام دلتوید توبرزیتی است که بعدا میخوانیم عضله دلتوید یا عضله سر شانه میاد بالای دلتوید توبرزیتی نشست میکنه. در این تصویر ما هید آف هیمورس میبینیم، ما نیک هیمورس میبینیم، ما گریتر توبرکل میبینیم، لیزر توبرکل میبینیم، انترا توبرکولار گروه میبینیم، سرجیکال نیک میبینیم و دلتوید توبرزیتی را میبینیم. وقتی که این سه استخوان کلاویکال بخش پروگزیمال استخوان هیمورس و اسکاپولا با هم یک جا شد سه مفصل تشکیل می شود. یکی گلینو هیمورال جاینت که از به هم پیوستن سر استخوان هیمورس با گلانوید کاویتی دیواره جنبی یا لترال اسکاپولا و استرنو کلاویکولار جاینت که سطح داخلی یا اختتام داخلی کلاویکال با استرنوم وصل می شده و اکریمو کلاویکولار جاینت که انتهای خارجی کلاویکال می آمده با استخوان اکرومین وصل می شده. این سه مفصل در کمربند شانه به وجود میاد که بعدا در جلسات گذشته تمام خصوصیات این مفاصل را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد. بخش دیستال استخوان هیمورس دیگر نسبت به بخش پروگزیمال کمی پهن‌تر می شود، برجسته‌تر می شود و پهن‌تر می شود. 4 خصوصیات به خود اختیار می کند. اول شامل 2 تا ریج یا لبه است، شامل 2 تا اپیکاندل است، شامل 1 کاندل است و شامل 3 حفره است. اول ما میایم ریج یا لبه هاشان میخوانیم. اگر ما نگاه کنیم استخوان هیمورس در قسمت دیستال وقتی پهن‌تر می شود باعث تشکیل 2 لبه می شود. یک لبه در سمت خارجی است و یک لبه در سمت داخل است. لبه‌ای که در سمت خارجی است به نام لترال سوپرا اپیکاندل ریج یا لبه‌ای که در قسمت جنبی و در قسمت فوقانی اپیکاندل جنبی موقعیت دارد و لبه یا ریجی که در قسمت میدیال موقعیت دارد به نام میدیال سوپرا اپیکاندل ریج نامگذاری میکنیم. بعد از او ما 2 تا اپیکاندل یا استخوان‌های برجسته داریم. یکی در قسمت خارجی است که به نام لترال اپیکاندل و یکم در قسمت میدیال یا متوسط است به نام میدیال اپیکاندل. و سومین خصوصیتش است که شامل 1 کاندل است. کاندل خودش به 2 بخش تقسیم می شود، شامل تروخلیا می شود و شامل کاپیتولیوم. با کاپیتولیوم سر استخوان رادیوس مفصل می شود و با تروخلیام سر استخوان اولنا مفصل به نام البو جاینت یا همان مفصل آرنج را به دست به وجود می آورد. آخرین خصوصیاتی که در بخش دیستال استخوان هیمورس ما داریم شامل 3 حفره است. 2 حفره در قسمت انتریور یا قدام است و 1 حفره در قسمت پوستریور یا خلف است. حفراتی که در قسمت قدام است یکی به نام رادیال فوسا است و یکی به نام کورانوید فوسا است. با رادیال فوسا در زمان فلکشن سر استخوان رادیوس گفتیم با کاپیتولیوم مفصل میشه. وقتی ما فلکشن میکنیم سر استخوان رادیوس میاد در رادیال فوسا جابجا میشود و در کرونوید فوسا وقتی ما فلکشن میکنیم سر استخوان رادیوس میاد به کرونوید فوسا جابجا میشود. ولی گفتیم 1 حفره در قسمت خلفی داریم که به نام اولیکرانین فوسا. اولیکرانین فوسا در زمان اکستنشن سر بروکزیمال یا بخش پروگزیمال استخوان اولنا می آید، در زمان اکستنشن در بخش اولیکرانین فوسا جابجا می شود. ما در این تصویر باز
چی را میبینیم؟ بخش دیستال استخوان همورس میبینیم. اینجا ما بخش پروگزیمال استخوان همورس میبینیم. بخش دیستال گفتیم پهنتر می شود، شامل لبه به نام لترال سوپرا اپیکاندل ریج، لبه میدیال سوپرا اپیکاندل ریج می سازد. دو اپیکاندل لترال اپیکاندل را می ساختک، میدیال اپیکاندل را می ساختک. یک کاندل می ساخت که شامل دو قسمت می شد، خودش یکم کاپیتولیوم بود و دیگه هم ترخلیا بود. با کاپیتولیوم سر استخوان رادیوس وصل می شد و با ترخلیا هم سر استخوان اولنا که مفصل به نام البو جوینت می ساختک. بعدن هم آمدیم گفتیم در قسمت قدام دو حفره داریم و در قسمت خلفی هم یک حفره داریم. حفرات بخش قدامی به نام رادیال فوسا و کرونوید فوسا که با رادیال فوسا در زمان فلکشن سر استخوان رادیوس و با کرونوید فوسا در زمان فلکشن سر استخوان اولنا جابجا می شود. ولی در بخش خلفی حفره که به نام اولیکرانیان فوسا داریم، بازم بخش پروگزیمال استخوان اولنا در زمان اکستنشن در این حفره چی می شود؟ جابجا می شود. ما سومین قسمتی که در استخوان همورس داریم شفت استخوان همورس است یا تنه استخوان همورس است. تنه استخوان همورس اگر ما بیایم کراس سکشن کنیم یک ساختمان چی است؟ مثلث شکل است. پس استخوان همورس ما مثلث شکل هستند که شامل 3 باردر و 3 سطح است. باردرشان انتریور باردر، باردر قدامی است، باردر لترال است و باردر میدیال است. سطوحشان انتریور لترال سرفیس است یعنی سطح قدامی و جنبی است. پوستریور سرفیس است یعنی سطح خلفی و انتریور میدیال سرفیس است یعنی سطح قدامی و متوسط. تشکر از توجه شما، موفق باشید.